ما خیلی اوقات از این ثوابها غافل. آقا یه تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نماز بالاتر از 2000 رکعت نماز مستحبیه تو بعضی روایات. یه اذان و اقامه چقدر ثواب نمازو. یعنی اینو به شما بگم ناراحت نشید، ما تو آخرت و ثواب دنبال حداقلیم، دنبال کفیم همش دنبال کفش. یعنی تقلیدم که میخوایم بکنیم ما میگیم کی خمس کمتر میگیره، کی کدوم آقایون امروز عید اعلام کرده، کی زودتر ماهو دیده. یعنی دیدید همش دنبال حداقلی. نه آقا، صدقه 10 برابر، قرض 18 برابر، صله رحم 24 برابر. اگه این ثواب بده مرتب بره به خالش به عموش سر میزنه، پیامک میزنه. یه پیامک میزنم حالا عممو سوال میکنم 24 برابر خدا ثواب میده. صله رحم. توجه به این ثوابا. جوانای عزیز، زمانی میفهمیم ارزش کار در آخرت رو که دیگه دیر شده.